see. Why don't you talk to Robin? I do. Just move in different. سلام، من حبیب هستم. به کانال ولد اسکرین خوش اومد. در این ویدیو قصد داریم که 5 تا از بهترین و جذابترین فیلم ها با موضوع دروغ و تهمت معرفی کنیم. امیدوارم از تماشای این فیلم ها لذت ببرید. اولین فیلم تابان، محصول سال 2007، جزء بهترین فیلم های این سال ازش یاد میشه. اما داستان فیلم که در سال 1935 در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق میافته، درباره دختری است 13 ساله به نام تالیس که با یک سوء تفاهم و دروغ زندگی خواهر بزرگترش و البته معشوق او را برای همیشه تغییر میده. تالیس به اشتباه فکر میکنه که رابی قصد سوء استفاده از خواهرش را داره و او را به جرمی که مرتکب نشده متهم میکنه. این اتهام باعث میشه رابی به زندان بیفته و سپس برای کاهش محکومیت به جبهه‌های جنگ جهانی دوم میره. سیسیلیا که از خانوادش جدا شده به عنوان پرستار در جبهه خدمت میکنه. با یک پایان زیبا و احساسی و البته غم‌انگیز این فیلم به یک اثر فراموش نشدنی تبدیل شده. No matter how hard I work, I can't escape from what I did and what it meant. The story, what's it about? A young girl. دومین فیلم ساعت بچه ها. این فیلم محصول سال 1961 به کارگردانی ویلیام وایلر هستش. داستان فیلم درباره دو دوست به نامهای کارن و مارتاست که در شهری کوچیک یک مدرسه دخترونه را اداره میکنن. همه چیز خیلی خوب پیش میره تا اینکه یکی از دانش آموزان شرور مدرسه شایعه ای را درباره رابطه نامناسب بین کارن و مارتا پخش میکنه. این شایعه به سرعت در مدرسه با سطح شهر گسترش پیدا میکنه و عواقب سنگینی یا برای هر دو دوست به همراه داره. فیلم بعدی رقصنده در تاریکی، محصول سال 2000. داستان زنی به نام سلما را روایت میکنه که مهاجری است از کشور چک و در یک کارخانه در آمریکا کار میکنه. او به تدریج بینایی خودش را از دست میده و این به خاطر یک بیماری ژنتیکی است که پسرش هم امکان داره به این بیماری مبتلا بشه. به همین دلیل سلما تلاش میکنه پولی را برای درمان پسرش جمع کنه. مدتی بعد پولهایی که سلما برای عمل پسرش جمع کرده بود به سرقت میره و این تازه شروع ماجراست. با یک پایان غم‌انگیز و ناراحت کننده، این فیلم به یکی از بهترین فیلم ها در این ژانر تبدیل شده. Nothing dreadful ever happens. Happened? Nothing happened. I had a talk with a boy. What about? Private matter. He's 12 years old. What could be private? You haven't the slightest proof of anything. But I have my certainty. سومین فیلم تردید، محصول سال 2008 با بازی مریل استریپ و فیلیپ سیمور هافمن. داستان فیلم در یک مدرسه کاتولیک در سال 1964 اتفاق میافته. خواهر آلوشس، مدیر سختگیر مدرسه، به رفتارهای پدر برندن با یکی از دانش آموزان سیاه پوست مشکوک میشه. او به همراه یکی از معلم‌های جوان مدرسه تلاش میکنه که حقیقت ماجرا را کشف کنه. این شک و تردیدها در نهایت به یک تقابل شدید بین مدیر مدرسه و پدر روحانی تبدیل میشه. این فیلم در چندین رشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد. I don't think Father Flynn did anything wrong. You just want things to be resolved so you can have simplicity back.
doubt can be a bond as powerful. Der er vist noget galt her. آخرین فیلم شکار محصول سال 2000 یک فیلم درام و تکان دهنده. داستان فیلم در یک روستای کوچیک در دانمارک در حوالی کریسمس اتفاق میفته که درباره مردی است به نام لوکاس که در یک مهد کودک کار میکنه. زندگی لوکاس زمانی که یکی از دانش آموزانش به اسم کلارا به دروغ او را به سوء استفاده جنسی متهم میکنه به طرز وحشتناکی از هم میباشه. این فیلم به بررسی تأثیرات مخرب شایعات و اتهامهای نادرست و دروغ بر زندگی افراد میپردازه و نشون میده که چطور یک دروغ کوچیک میتونه زندگی یک انسان را به طور کامل نابود کنه. اگه تا الان این فیلم رو تماشا نکردی پیشنهاد میکنم بعد از اینکه این ویدیو رو لایک کردی و کانال ما رو هم سابسکرایب کردی بری تماشاش کنی. Smut hjem med dig. Kan du så ikke hilse mig og sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det?